یو بچه ها چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها من یه خبری باید بدم، اینکه یه قانونی بود به اسم DMCA که حالا توی تمام جاهایی مثل یوتیوب، مثل تویچ، همه جا هست که واسه موسیقیه. خب که شما اگه یه آهنگی رو پخش کنید تو ویدیو یا لایو استریمتون، شما یه سری استرایک میخورین. و این تا حالا تو تویچ نبود، چون مثلا زیاد دربارش نمیدونستن شرکت‌های آهنگ، کمپانیایی که با صنعت موسیقی سر و کار دارن. الان توجهشون رو گرفته تویچ، چون تویچ داره پلتفرم خیلی بزرگ میشه، مثلا میخوام بیان سمتش. و تا 6 ماه دیگه یه ایمیل اومده واسه همه کسایی که استریم میکنن تو تویچ درباره DMCA که چند روز پیش اومده، 6-7 روز پیش اومده، که اخطار داده که حواستون باشه، ما خودمون این قانون رو هنوز نمیدونیم چند و اینجور چیزا، ولی قانون خطرناکه. اینطوریه که شما اگه یه موسیقی، حتی اگه توی 15 دقیقه مثلا توی 1 رو شما یه موسیقی رو بذارین رو ریپیت و 3 بار گوش بدین و اون کمپانی بخواد از شما شکایت کنه، تو 15 دقیقه 3 تا استرایک DMCA میخورین و کل اکانتتون برای همیشه بند میشه. خیلی قانون خطرناکیه و اینا همه اتوماتیکه، یعنی یه سری بات دارن که خیلی این بات ها قویان و راحت میتونن تشخیص بدن و انقدر قویان که مثلا همین الان شما لایو شین و یه آهنگ کپی رایت پخش کنین، اتوماتیک شناسایی میشین لایو. اصلا نیاز نیست این به صورت واد بشه، یه روز بگذره، نه، همون لحظه بات شناساییتون میکنه. خیلی قانون ترسناکیه و من همیشه وادام باز بوده برای خیلی از شماها، چون که خیلیاتون نمیتونید تو ساعت 8 تا 11 استریم رو ببینین. بعضیاتون مشکل اینترنت دارین، مثلا ساعت 2 شب که مثلا مجانی میشه اینترنت تو ایران میاین، یا سر کارین، یا مثلا وقت نمیکنین ببینین. ولی از این به بعد هیچ کدوم از وادا کلیپ های من سیو نمیشه، چون که این قانون فوق العاده خطرناکه و نمیخوام سر یه آهنگ مسخره همچین اتفاقی بیفته. و به همه کانتنت کریئتور ایرانم، کسی که استریم میکنن، میگم واقعا قانون نیست که بخواین باش سرشاخ شین. کسی مثل XQC کل واداشو پاک کرده و آره، کسایی که مثلا میلیون ها دلار پول در میارن از استریم و کلی وکیل خفن دارن، پاک کردن دیگه، چه برسه به ما. و کاملا هم شاید بگین کسی از ما شکایت نمیکنه، اینجوری نیست، کاملا اتوماتیکه. یعنی یه بات میذارن که اتوماتیک به شما استرایک میزنه. پس حواستون باشه اگه میخواین کل کریرتون نره زیر سوال، باید پاک کنین چیزا رو. امروز هم آخرین وادیه که سیو میشه و از این به بعد نه کلیپی متاسفانه تو استریم ما سیو میشه، نه وادی. عذرخواهی میکنم از کسایی که میذاشتن وادو میدیدن، تقصیر من نیست، تقصیر کمپانی‌های موسیقی که از سال 2001 دارن این کار میکنن. روز خوبی داشته باشین.